صورتی او را با مخصوص جوانها در خانه میبری میچکی شرم عیبه و اندم صورتش در زدگی در خانه تنیلش کردگی با قیزاتی واری زن دختر تو را تماشا میکنه. این شرمه، حیا کنین، شرم کنین، بکنین پرتوین بدرونین رو دفع کنین او را. کاش که در مردت بیاد 4 تکبیر جنازه تا بخونه، تابوت تا قاو تا بکنه، اقلا مرده تا بشوه. بروسلی یک کل از خری یپانی خیتای چیه کل از که ما را میخره خدا را نمیشناسن، او چه صورتی رو در خانه میبره میچکی؟ در خانه ای که صورت باشد سگ باشد فرشته داخل نمیشن، البته در درونی خانه. لا یدخل الملائکه فی بیت اسود. در خانه ای که سگ باشد، در خانه ای که صورت باشد، صورت جاندار باشد، فرشته رحمت در اون خانه داخل نمیشود. یا بسیار تکرار کردگی است میبرورم. خب صورت باشد، سگ باشد، یا که صورت هم که باشد صورت زیروح، صورت که جاندار باشد، یعنی که در اون روح دمیده شود، مثلا صورت آدم باشد، حیوان باشد دیگر. اما صورت عمارت باشد، خانه باشد، درخت باشد، گل باشد، منظره های زیبا، بحر، درخت، مثلا منظره را در خانه‌تون بگیرید بکنید، معنیش جایز است. اما صورت جاندار نه، صورت ارتیست نه، صورت بروسلی و وندم کافر نه. چند باری را تکرار کردگی بدیم که هم کافرای بدبخت یک شهر را ویران میکنه، چپه میکنه، میکفونه. چی ما عبرت میگیریم از امو؟ فحش فاحشگی میکنه، چی عبرت میگیریم ما از امو؟ بانک میزنه، چپه میکنه، دزدی میکنه، چی عبرت میگیریم ما از او؟ که صورتی او را با مخصوص جوانها در خانه میبریم میچکی شرم عیبه و اندم صورتش در زدگی در خانه تنیلش کردگی با قیزاتی واری زن دختر تو را تماشا میکنه. این شرمه، حیا کنین، شرم کنین، بکنین پرتوین بدرونین رو دفع کنین او را. کاش که در مردت بیاد 4 تکبیر جنازه تا بخونه، تابوت تا قاو تا بکنه، اقلا مرده تا بشوه. بروسلی یک کل از خری یپانی خیتای چیه کل از که ما را میخره خدا را نمیشناسن، او چه صورتی رو در خانه میبره میچکی؟ خب فرشته رحمت داخل نمیشود. دیگر گفته است که خب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث میگه که اذا ولغ الكلب فی اناء احدکم فلیغسله 7 مرات. اگر دهن همون سگ در یگان ظرف شما برسد، اگر آب دهنش برسه و زبانش برسه، 7 مراتب او را بشوید. احداهن بالترابی، 7 مراتب او را بشوید. چقدر کنید؟ 1 مراتب شد با خاک. میکروب حلقه گفتگی از حساب با مدیسین بزگره مکن. حلقه گفتگی یک میکروب خوردی است که در همه، در خوک هم است، در سگ هم است، در روبه و در شغال هم است، اما در سگ از همه در گنده ترین شیمون. او اگر به شرطی که همون واسطه آب دهنش قطعی بگازه آدمه راست رفته در مغز سر کار میکنه، اگر واکسین نکنه راست در مغز سر کار میکنه، هیچ چیزی او را دیگر تبابت کردش نمیشود. یگانه چیزی که او را میکشد نیست نابودش میکنه همین خاک است. همین خاک رسیدش نابودش میکنه همون میکروبه، همون کرم حلقش میگه.